قضیه اسرارانگیز پیدا شدن سوزن در قلفینه‌ها و دیگر نوع‌های میوه‌جات که طول 2 ماه ساکنان استرالیا را در حالت ترس نگاه می‌داشت نهایی شد. روز دوشنبه پلیس بریسبن در این رابطه زنی را بازداشت کرد. نسبت دستگیر شده وابسته به 7 حالت استفاده سوزن در میوه‌ها عیب اعلان گردیده است. پلیس میگوید می اوترین ساکن 50 ساله شهر کابلچر قبلا در یکی از شرکت‌های پرورش میوه‌جات کار می‌کرده است. با گفته تفتیشات این زن به خاطر ستانیدن قصاص و رسانیدن ضرر مالیوی به سابق کاردهنده‌اش سوزن‌ها را به میوه‌جات خلانده است. در پی حادثه اول ما 230 خبر شبیه از گوشه‌های مختلف استرالیا دریافت نمودیم. 68 صادرکننده قلفینه از جمله 49 صادرکننده از منطقه کوینزلند زیان دیدند. اکثر خبرها با یافتن سوزن در قلفینه رابطه داشتند. 186 حادثه به قید گرفته شد. از عمل این زن چندین مرکزهای تجارتی بزرگ استرالیا و زلندیای نو زیان دیدند. مغازه‌ها مجبور شدند فروش قلفینه‌ها را باز دارند. شرکت‌های استحصال کننده این میوه‌جات خود را نابود کردند. اگر عیب زن بازداشت شده در دادگاه تصدیق شود به او تا 10 سال زندان تهدید می‌کند.